روز پیغمبر صلی الله علیه و سلم همراه فرزند خردککش ابراهیم در کوچه های مدینه سیر و گشت میکرد و با امر تقدیر خداوند جان فرزند خرد پسر حضرت محمد را گرفت. پیغمبر باشد فرزند خردککش را با دستان خیش در قبر می گذاشت و می گفت: فرزند عزیزم، بعد که تو را به قبر می گذاریم و به خانه می رویم، دو ملائک با نام منکر و نکیر به نزد تو می آیند و از تو می پرسند که خدای تو کیست، دینی تو چیست، پیغمبری تو کیست. فرزند عزیزم، به سؤالهای این ملائکه ها کوشش کن تا جواب گردانی. و پیغمبر بعد از گفتن این سخنها اشک از چشمانش جاری شد و بسیار گریه کرد. به پشت سر خود نگاه کرد که حضرت عمر رضی الله عنه بسیار گریه دارد. پیغمبر پرسید: ای عمر، من برای فرزند خردککم برای ابراهیم گریه دارم، تو برای چی گریه داری؟ عمر گفت: ای پیغمبر خدا، مادامی که خداوند در قبر از یک کودکی که تا حال به بلاغت نرسیده است سؤال و جواب کند، وای بر حال عمر. عمر در نزد خدا چی جواب می داده باشد؟ بله دوستان عزیز، من و تو هم دیگران هم شب و روز در معصیت آلوده هستیم. پس چی جواب می داده باشیم؟ خداوند از کودکانی به بلاغت نرسیده که سؤال و جواب کند، پس وای بر حال من و تو خواهر عزیز، برادر عزیز. به خدا قسم امروز زمان آمده است که تو باید بیدار شوی. بس است دیگر گناه، بس است دیگر چشم پوشیدن، بس است دیگر سخنهایی که نمیدانم و نشونیدم و ندیدم. دیگر امروز علم پیش رفت، تمام چیز برای من و تو مهیا هست، باید بیدار شویم. باوری دارم که کمی هم باشد عبرت میگیرید، زیرا که من برای شما یگان مدفیلم، یگان افسانه، یگان چیزهای بیهوده نقل نمی کنم. هر چیزی که هست اصلیت هست، واقعیت هست، در حقیقت چنین گذشته است. بله، چنین قصه ها، چنین سرگذشت ها باید که برای هر یک فرد که صاحب خرد است درس عبرت شود. به هوش بیا خواهر عزیز، مادر عزیز، برادر عزیز. حتما روز من و تو هم در نزد خدا سؤال و جواب خواهیم شد. و در آخر یک چیز دیگر را برای شما میرسانم عزیزان دل که فردا در شهر تتارستانی فدراسیون روسیه آزمون قرائت قرآن است. قاری ها از چندین دولت ها اشتراک میکنند و بنده هم یکی از اشتراکچیان همین آزمون هستم. امروز با دعای شما، با راهنمایی های شما سفر دارم. یک خواهش دارم که دعا را در حقم فراموش نکنین. پیروزی فقط از جانب خدا هست، ولی من با یک باوری کامل سفر میکنم. دعا را در حق ما فراموش نکنین. از نتیجه آزمون انشاءالله که آگاهتان میکنم. تا قصه ها، تا برنامه های آینده، خدا نگهبان هر یک شما. خداحافظ.